دور استقلال آمد شکری دور آن میکنیم افتخار از نام و خاکی تاجیکستان میکنیم جنتی روی زمین داده از ما را کردگار شکر این داد خدا و لطف رحمان میکنیم شکر این داد خدا و لطف رحمان میکنیم تاجی که ما از این سیاره تاجی که ما از این سیاره آفتابی زرفشان را پاره در رهی وحدت به جان سر میکشه در رهی وحدت به جان سر میکشه پرچمش را حافظ و غمخواره کشوری آواز دارم زنده باش کشوری آواز دارم زنده باش تاجیکستان افتخارم زنده باش تاجیکستان افتخارم زنده باش وحدتی تو صبح استقلال ما وحدتی تو مرغی زرین بال ما میپرد از ملک بر ملکی دیگر او دهد آوای استقبال ما تاجیکستان وحدتت پاینده باد تاجیکستان وحدتت پاینده باد نوری خورشیدی رهی آینده باد کشوری آواز دارم زنده باش کشوری آواز دارم زنده باش تاجیکستان افتخارم زنده باش تاجیکستان افتخارم زنده باش تاجیکستان افتخارم زنده باش با عرض و ادب بپایان به خدمت شما رسیدیم دوستان عزیز و ارجمند. درود. برنامه فضا است و مهمان امروزه برنامه ما یک نفر هنرمند محبوب خوش آواز هنرمند شایسته تاجیکستان اسکندر بایف هستند که من حضور ایشان را به برنامه امروزه فضا خیر مقدم میگویم و برنامه ما با یک ترانه جذاب در وصف تاجیکستان آغاز گردید که واقعا با صدای شما با آهنگ شما با همین ساز شما باز هم شیرین‌تر و گوش‌نوازتر بود. تشکری به پایان. من این در شبکه آوازه‌داری سفینه من امروز در برنامه فضا اشتراک کردیم. خسته نباشید، خوش آمدید. واقعا نور و صفا آوردید و شما از زمره اون هنرمندانی هستید که به سبک کلاسیکی ما
صادق موندید از اول و پیشبرنده همین سبک خاصه هستید که واقعا این سبک، این صدا، همین ویژگی هایی که در ترانه های شما دیده می شود خاص ترانه های تاجیک است، خاص سرود های تاجیک است و بیشتر معنی سرا هستید. سرود هایی که ایجاد میکنید همش از غزلیات و از پندهای به پایان ادیبان ما است که واقعا هر شنونده از آن مضمون خاصه میبردارد. خب عموما به همین سبک رو آوردن و معنی سرا بودن و عموما سبکی کلاسیکی رو ارج گذاشتن برای شما از کجا میراث اومد؟ من کی به شما توصیه داد که شما را وادار کرد که همین سمت را انتخاب کنید؟ تشکری بسیار. از آوان جوانی که در ده زندگی میکردیم اون وقتا رادیوی کلخوزی مایدهک میگفتن در صنفی رادیوی پنسوما میگفتن پنسوما مایدهک کلخوزی رادیوی مایدهک بود. همین رادیوی مایدهک کلخوزی میگفتن در نقطه همین ده ها گذراندگی بودن و ما که خرد بودیم جوان بودیم همین برآمدهای کنسرتی همین رادیو رو گوش کرده حلاوت میبردیم. با مانند من شادروان عادل هاشم، استاد ظفر ناظم، استاد حسین نصرالدین، استاد جلبه مرادوف، شادروان بردون اسحاق و بسیار همین شاعرانی برای دخشیوف میخواندن. ما حلاوت میبردیم و آرزو مینمودیم که آیا همین وقتایی که بالا بی آب میرفتیم سرود زمزم بکر میرفتیم آواز بود همین سرودهای استادانه زمزم میکردیم از رادیو گوش میکردیم آرزو میکردیم که ما هم آیا مانند هویا حافظ میشده باشیم و آساستا من با مرور زمان با استاد شاروان حسین نصرالدینوف شناس شدیم با استاد ظفر ناظم من سورت آوردم در همینجا. من در گنجینه کار کردم قطعی استاد سورت دارم اینا در همینجا استاد عالمی شناخته تاجیک صافین اکرم رو در یاد کردم. بعد همین رباب نوخته رو از همون کس آموختم و هم در دل من جا گرفت. از اون همین جوانی همین راه در رفتم. بله و هنرمندانی که شما اسمشون را ذکر کردید مثلا استاد عادل هاشم، ظفر ناظم، جورابیک مرادوف و امثال این هنرمندانی یک نسلی بودند که واقعا تاثیر خیلی عمیق گذاشتن به نسل من بعده و ببینید بعد از آنها چقدر هنرمندان محبوب زیادی دیگر در تاثیر آنها به صحنه هنر آمدن و به صنعت تاجیک به هنر تاجیک خدمت کردن. امروز نیست همین نسلی که از آنها تاثیر گرفتن به نسل‌های آینده نیست همین گونه تاثیر گذارن. یعنی راه و روش صنعت موسیقی را نشان میدهند به آنها. تا جایی که میدونم شما وقت میخواستید که در انسامبل گنجینه هم کار کنید و فکر کنم یک مدتی هم کار کردید. یک مدتی هم کار کردم خیلی با تقاضای زندگی بعد رفتم. ولی ببینید مثلا بیشتر هنرمندانی که موفق هستند از یک مضافات هستند، از یک ناحیه دوردستند یا اینکه در مرکز نیستند ولی هنر که والا است، مهارت که والا است، هنرمند میتواند که در کجایی که باشد موفق شود، خودش را نشان دهد. البته. خب بعدتر به بخش فرهنگی شهر حصار رفتید. بعد خدمتی قوه مثالی شوروی از سال 77 اینجا به حیث مدیر کلوب کار کردم در جامعه نوآباد میگم. بعد کلخوز 18 نوآباد حوزه وطن. بعد در سال 79 بعد به شعبه فرهنگ دعوت کردم بعد اینجا کار کرده ایستادم. در شعبه فرهنگ در کدام بخشش کار میکنید؟ بخش آوازخوان. اونجا انسامبل هم هست، فیلارمونی هست اونجا. فیلارمونی به نام تاجری هست، انسامبل شش مقام است. از این بخش فرهنگ بسیار قریب 340 نفر کارگر دارد. من با یک گروه من جوانایی که من در اینجا کارمندان بخش فرهنگ ایستار هستند، من قطعی همینا با چند مرتبه پیش از که در برنامه خاطره ها برآمد کردیم. من امروز با من رحمت به همین شما که ما دعوت کردید من برنامه فضا با برآمد کردم. من به ایست همین مخلص همین برنامه‌ها هستم، همه وقت تماشا میکنم. سلامت باشید. و در ترانه‌های شما در سبک آوازخوانی شما بیشتر سبک استاد حسین نصرالدین دیده می شود. زیاد تاثیرگذار بودن در زندگی شما. البته خیلی آواز همین شاستون‌های سنت بودن. همین کسی که نوبر کردیم اینا شاستون تکرار بله.   نشوندن. واقعا تکرار نشوندن و یا بسیار
حافظای شاهستان‌های سنت تاجیک بودند. تاثیر آنها بود که من امروز ما در پیری به هوا همه خیلی با سرود میگیم. شاگرداشون به حد بسیار است. من اگه شاگرداشون کم مونده شدن. من امروز من رحمت شما ده که ما فراموش نکردید دعوت کردید من اینجا ده. من خیلی سرودهای استاد رو زمزمه میکنیم. خیلی مکتبشون بیرقشون نمیگذاریم که بیرق برداری همین رویه همین استادا هستیم. ترانه های شما نه تنها در حدود تاجیکستان مشهور است بلکه در کشور همسایه در ازبکستان نیز شما را زیاد اعتراف میکنند، در بزم ها دعوت میکنند. اونجا نیز هواداران خیلی زیاد داره. خیلی که من در اینجا خلق عزیز ما رو گوش میکنن، مخلصمان هست. در جمهوری برادری ازبکستان نیز بسیار دوستای نزد دارم. من او هفته گذشته من همین دعوت شده که بودم. بسیار تشنه همین دیداری همین هم ازبک‌ها هم تاجیک‌ها همین بسیار دوستی میخوانند. بسیار همین میپرسند. تشنه ترانه‌های تاجیکی هستند. تشنه ترانه‌های تاجیکی هستند. از همین استادان عزیز یادآوری میکنند. حتی با میگن که همه سروده همه کسا زمزمه کنید دیشون بسیار نغز میبینن. همین بسیار رحمت به همین درباره همین دو سروری عاقل و دانا بسیار دعا میکنن، دعای نگ میکنن اونها که من رها شده شده است. هزاران آدم همین خیلی گذشته رفته اومده گذشته رفتن، هم از اون طرف هم از این طرف. شکر هزاران شکر که همین خیلی همین سرادات شده باشد و همین خلق دو برادر دوستانه زندگی کنن. سالهای دراز همین دوستی دوام کنن. تازه در آخری همین برنامه من یک سرود درباره همین دوستی همین تاجیک و ازبک یک سرود دارم خدمت زمزمه میکنم. و حالا چی دستاویز دیگر دارید؟ چی ترانه دارید؟ من حاج یک سرود درباره مادران مهربان یک سرود تیار کردم. خب بس همین تماشاگران میرسونم. بفرمایید. صدقه دست تانی دعا گوی تو مادر، جانم به قدم های خدا جوی تو مادر. در گنبدی با می دیدی من جای تو خالی، گردیلی پر مهر و سناگوی تو مادر. بین گردیلی پر مهر و سناگوی تو مادر. نفسی تازه ندارم، ای مادری پاکیزه سریش یادی تو دارم. تو عمر بود در هوسی روی تو مادر، مهرم رود از برزی غم جان بسپارم. مهرم رود از برزی غم جان بسپارم. مادر
سپاس برای یک ترانه جذاب و دلنشین و گوشنواز که در وصف مادر بود. واقعا خیلی المناک بود، خیلی ناله های جانگداز داشت این ترانه. و شما که بیشتر به ادبیات مایل دارید، خاصه به ادبیات کلاسیک، عموما ترانه های شما در همکاری با شاعران و کوشش میکنید که شعرهایی را آهنگ بندید که برای شنونده چیزی داده توانند. اصلا کدام غزل ها عموما کدام شاعران بیشتر شما را جلب میکنند؟ غزل های کدامی از شاعران بیشتر در خور ذهن شما است؟ عموما کدامی از این شعرها شما را وادار میکنند که آهنگ بندید؟ من با شاعران اصیل کلاسیک سر کار دارم و با شاعران معاصر حاضرین نیست رفت آمد ناز دارم. کدام سرودی که من اگر انتخاب کنم، البته از پیش شاعران میگذرانم. با استاد حکمت رحمت، با استاد علی جان بابا جان، اتفاق نویسندگان، استاد مهمان بختی قدی رفت آمد داشتم و شاعران همین شناخته با استاد سیفالدین اکرمی تودایی، سلطان آدینه، هدایت الله رحمانی که خدا جاشا جانه کرد شاعری ناز بودن. کدام سرودی که گذراندم اگر از یافتم انتخاب کنم، البته از نزد برادران شاعران اصیل میگذرانم. از غزلیات کلاسیکان، از حافظ، از مولانا و بیدیل، با حضرت جامع سیدا، حضرت کمالی خوجندی، حافظ سعدی، از همینا با خبره. و اینم یک مکتب است، یعنی وقتی که یک نفر هنرمند بیشتر به ادبیات رو میارد و تمام ایجادیاتش در زمینه ادبیات اصیل است. واقعا هم یک مکتب است برای هنرمندانی که در بالا اسمشان را ذکر کردید. آنها نیز در همین زمینه استوار شدند، در همین زمینه موفق شدند و هستند ترانه هایی که در یک دور و زمان موفق می شوند. خیلی شنونده زیاد می یابند و در همه جا صدا می دهند، ولی عمر زیاد ندارند. هم یک چند مدت همین گونه شور و ولوله برپا می کنند، ولی در حال چنانی که شور و ولوله پیدا کردن همان گونه از میان می روند، دیگر و فراموشی می روند. ولی ترانه هایی هستند که خیلی ماندگار هستند. وقتی که هنرمند این ترانه را می آفرد، از همون روزی آفریدنش تا مدت های زیاد در زبان ها، در گوش ها صدا می دهد و همین گونه ترانه ها بعد از وفات هنرمند نیز بازخوانی می شود، صدها بار بازخوانی می شود. یعنی اینم از هنرمند وابسته است که چی انتخاب میکند و چگونه ذوق و دانش و فهمش دارد. من از حضرت رودکی اگر سر کنیم، اگر 1770 سال بله تا اینجا میگه همین حاضر تا حاضره همین هزارها سال من اومده است. بله با این هزارها سال دیگه بخونه بگوی همین روز نوشته. همین روز نوشته میگه همین رودکی بزرگ همین روز همین نوشته. چیزایی که اصیل میمونه. بله از آن جورا همه استادان هم که اصیل بدن همه باید سالهای دراز میمونن. ترانه‌های هنرمندان محبوب ژانر مقام، ترانه‌های استاد الدین هاشم، ظفر ناظم و هنرمندان دیگری که در آن سالها خیلی موفق بودند، امروز جوانان زیادی هستند که این ترانه‌ها را بازخوانی میکنند و با همین ترانه‌ها موفق نیز میشوند. البته یعنی این ترانه‌های جاویدانه هستند. من همین برنامه‌های تماشا میکنم، خیلی جوانای بالاقد برآمدگان همین آوازهای ناز دارن، همین رو به همین کلاسیکا بیارن، رو به همین صنعت ملی بیارن. این چیز از ماندگار است. این حیاتی بسیار سالها دارد. چیزی سبک البته یک چیزی که شما گفتید یک واهمه میشد و میگذرد میرد. یکم این سرودهایی که اصیل است و پرمضمون است و این کلاسیک است و چیزی صنعت ملی تاجیک است، این نمیرنده است. بله نمیرنده است. عموما جوانان هستند که مراجعت میکنند به شما، همین سبک و همین رویه را خواهش میکنند که به آنها بیاموزید. البته چون در منطقه ایسار هستید، در منطقه ایسار هستیم. الکوی همین دو نفرش در همین آوازی من طلایی من همین تاجیکستان عزیز من دو جایزه گرفتم تا با من جمهوری آمده رساندتش. دو نفر دیگر من یک
در همه انسامبل‌های کلان کار میکنن. انسامبل کار میکنن. خیلی استاد میگن من خیلی خوشحال میشم برای اینکه ما دای استادان بزرگ بسیار گرفتیم ان شاء الله در دنیا خورده میشه. همین استاد میگن ما خیلی دلمون باریده میشه. و برای یک هنرمندی که یک نفر دست پرورش، یک نفری که اون رو تربیت کرده است به راه درست هدایت نموده است، وقتی شاگردش موفق می شود البته استاد یک بولیده میگیره، خاطرش بولیده میکشه. همون درخت پرثمر از شاگرد. استاد حسین تمنا میکنه که من بسیار آدمی با دولتم، شاگردای نقص دارم، این شاگردم از فلان جا، این شاگردم از فلان جا. یک قنات وقتی که شاگردا دقت من مثلا من یک قنات برآورده بالو پرکتی پرواز میکنم میگفت. راست میگفت. خیلی یک کسی که سرودی وای رو خونه وای رو زنده کنن البته استادای عزیز آخه مثلا رو بلند میشوند. چیزی کاری ویا در همین برابر نمیروند. بله. مادامی که شاگرد پیدا میکنی و یک جا سرودای شما رو زمزمه میکند البته این خرسندی ما است. چه خیلی که یک سرودی یک شاعر میخونه شاعر خیلی بالای خاطر میشود. همین صنعتکارم همین خیلی است که همین خیلی ناز میشود. دلش خیلی برداشته میشود. تشکر زیاد و باز چه دستاویز آوردید؟ یک سرود در همین از اشعاری حضرت لایق تیار کردم. مرا جوسی ولی پیدا نکردیم. اگر اجازت باشد قبل از این رو که ایجاد کرده؟ اینا خیلی نمید یک 2 ماه. ترانه ناش الاولی شوندش میانده ما است. مرا جستی ولی پیدا نکردی، مرا جستی ولی پیدا نکردی، با بازار آمدی سودا نکردی، شنیدی قصه غرقی دگارا، گذار بر لبی دریا نکردی، گذار بر لبی دریا نکردی. ادامه برنامه فضا است. دوستان ارجمند یادآور می‌شویم که مهمان برنامه ما هنرمند محبوب خوش‌آواز هنرمند شایسته تاجیکستان اسکندر بایف هستند که واقعا با ترانه‌های جذاب خود برنامه ما رو رنگین نموده ایستادند و من ایشان را بار دیگر به برنامه خیر مقدم میگم. و واقعا وقتی هنرمند ایجادکار است این کاری دیگر است. یعنی
در برابر داشتن یک هنر و ایجادکار بودن، آفریدگار بودن، چیزی را تولید کردن، فکر میکنم کار دیگر است. و شما که بیشتر آهنگ ایجاد میکنید، به ادبیات سر میزنید، جستجو دارید، برای بیشتر از ایجادکاران فضای روستا، طبیعت زیبا تاثیرگذار است. البته آوازی من چیزی که میدونید یک دریا آوازداری دامنه‌دار است. دریای شوخ از کوهسار ریشه می شود. همه محیط ها و بلبل ها نیز در اینجا آوا میکنند، فریاد میکنند. از همین باد هوای تازه، از همین مهنتکشانی بسیار دهقانای اصیل، مهنتکشانی زحمتکش، همین من روح الهام گرفته سرها در وصف وطن، در وصف مادر، در وصف تاجیکستان عزیز، همین از همین محیطی، همین اطرافی، همین جای زیست ما هست که رو بلند میشویم و بسیار شخصانی معتبر نیز در آنجا اون رو بسر بردگان با مانند شاعر زنده‌یاد پری حصاری. خب من اونجا بسیار انسانای بزرگ با مانند استاد عطا همدم، حکمت رحمت، از همین استادا سابقی زندگی گرفته من تا همین درجه قطره هم باشد رسیدیم. کدام لحظه های ایجادی است؟ خب چون من فکر میکنم که فضای دیگه همیشه آرام است. آرام است. همین هر سحر خسته تا رو گرفته یک می نوازم، یکم سرودی اگر تازه ایجاد باشد گرد زبان میبرم، بعد خیلی هم اصلا آرام میشه و ادامه کاری زندگی ادامه ایجاد، ادامه کاری فرهنگ رفته میریم رسپور میشیم. تشکر زیاد، خسته نباشه. تار نیز یکی از سازهای خیلی دشوار است، خاصه جور کردن تار خیلی سخت است. یعنی وقتی زیاد طلب میکنه، وقتی که اگر تار ناجور شد باید چند مدت سپری شود، باید چند مدتی با آن سر کار گیری که مثلا جور شود و خیلی کم نفرانی هستند که تار را جور کرده میتوانند. نه هر کس از عهده جور کردن تار میبرد. درست گفتم؟ درست گفته. همین تار از سال 1979 با همراهی من است. یک مرد ارمیان از آذربایجان اومد، همین من گرفتم. وقتی باشه شعبه فرهنگ بود وقتا. همین تا حاضر همین همراه ما است. این پوست قدی وابسته است. هوا که خنک شد این بود جورش میگردد، با جای گرم که شد میگردد. با زبان شیوبی اگر این از همه بهتر است. به این ما نمیتونیم. استاد احمد جان محمدیف نیز یکی از هنرمندانی هستند که بیشتر همین برای جور کردن تار خیلی مهارتی بلند دارند. البته بسیار مشوق نازم حافظی بعد خوب هستند. ما قدیم اون کس در همون انسامبل استاد ظفر ناظموف من در راس مال هستن ببینیم ما هم جوانیم، احمد جان هم جوان است. ما رو چگونه قبول کردن به انسامبل گنجینه؟ من همینجا آزمون شد سال 87 24 ایون بود. اومدم همین آزمون گذاشتم. بعد استاد ظفر ناظم قبول کردن آزمون گذاروندن. آزمون بسیار آدما بود، اپی گوهر مجمع و دخترای چی میکردن؟ احمد جان محمدی برنده حافظه بسیار آماده بودن، جزلی کلام بودن میخواستن. بعد من خوندم 44 نمره خوندم. من خوندم همین اوج گرفتم که استاد جلبک مرادف شده بودن، استاد ظفر ناظم با کمیزاتور 10 نفر شده بودن الویدا. یکی دیدم که استاد ظفر قدی جلبک گازدانو خیز گفت که این مردک چی دارد از کجا؟ من اوج گرفتم، قفو گشتم، همین خیلی گفتم که نشد. گذاشتم که احمد جان اسکندر جان همه خودت نکشی، روز جمعه بود 24 میلیون. با استاد ظفر گفتن که کسی که روز دوشنبه همین نامش در همین برآمدگی باشد همه جای استاد دیگه کسی من نبینم. استاد سلطان میرزاشوف وزیر فرهنگ بودن. خب با آمدیم در همینجا، خب بعد صحبت شد، اساس شد، خب کار کردیم. در انتهای برنامه برای ما چی آوردید؟ یک سرود ما از اول یادآور شدیم. همین درباره دوستی همین تاجیکان و ازبکان. همین در وقتی کشته شوی سادات در طرف همین جنوبی چین من همین سرود خواندگی بودم.
استاد خیرون ناصرالدین فهم آمدگی بدن همینجا ما عجایب باش کردیم. تشکر زیاد. و دوستان عزیز یادآور میشم که مهمانی برنامه امروزه فضا هنرمند محبوب، هنرمند شایسته تاجیکستان اسکندر بایف بودند و ما به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. در انتها یک ترانه دلنشین در وصف دوستی پیشنهادی ما به شما میگردد. بشنوید و لذت برید. خیر. دوستی هر دو ملت برقرار، تاجیکان و ازبکان در افتخار. سروران با خدمت شایان خود، باز گرفتن همدیگر را در کنار. سروران با خدمت شایان خود، باز گرفتن همدیگر را در کنار. تا توانی دوستا را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسا را گم مکن. دوست آید گرد در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. دوستی هر دو ملت برقرار، تاجیکان و ازبکان در افتخار. سروران با خدمت شایان خود، باز گرفتن همدیگر را در کنار. سروران با خدمت شایان خود، باز گرفتن همدیگر را در کنار. تا توانی دوستا را گم مکن.